من در یکی از نمازهای جمعه از زبان شما یک غزل مولوی جنونی را شنیده بودم و تنها 2 مصرع اول آن در خاطرم هست که چنین است: تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. این غزل بر من خیلی پسند آمد و باز میخواهم این غزل را برای ما قرائت و تحلیل کرده دهید. با احترام، مخلص شما. این از مولوی جنون نیست، این از مولوی رومی هست. میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود. یعنی حواله به سوی بابای ما و شما، پدر ما و شما حضرت آدم میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. وقتی که بابای تر میگد مولوی رومی داخل جنت کردن، تمام فرشته ها چیکار کردن؟ تا تمام فرشته ها سجده این حضرت آدم میکردن، در پیش پای این سجده میکردن. نفرانی که به خوابی میکشند کم تر گفته عصبانی میشوند، نروی چیت میکنند و همچنین نفرانی که در دیپرسی هستند، فراموش خاطرند، دیروزه کار شد یا چون نیست، شرکت شفافرما راه همین مشکلی ها را به شما پیشنهاد میکند. گیاهی که در دست من میبینید نروی نام دارد، برازی خداوند همین مشکلی ها را تبابت میکند. سلام علیکم برادرایی که بسیار میخواستند که بوزبالا شوند. صمیموان اومگه کورس لشنج 3 پچکه استفاده میبره. ای 8 تا 12 کیلوگرم ویس میکنه برادرو. کدمی در کار روشه زنگ زنه و همه شهرهای روسیه را دستافکه میکنیم. دستافکش به پول همچنین برادرو مرحمت زنگ زنه اجداد میکنیم. شخصانی که میخواهند بارهای خود را از شهر سنت پتربورگ و تاجیکستان روان کنند، پس برای شما کمپانیای فایز ترانس را توصیه میدهیم. خوبی کمپانیا در این است که 200 کیلوگرم بار شما را از جای لازمه گرفته و نزد ماشین ها میآورند و اینچنین بارهای شما را از شهر سنت پتربورگ گرفته با تاجیکستان، یعنی به شهر دوشنبه، وحدت، غرم، کلوب، یوون، ایسار، رگر و اینچنین قرغانتپه آورده میرسانند. کمپانیای فایز ترانس با کفالت و با صفت. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید و از نام شبکه ما گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. وقتی این بابای ما و شما، این پدر ما و شما حضرت آدم، وقتی که یک گندمی را که خدا گفت بر اون نزدیک نشو و نزدیک شد استفاده کرد، یعنی یک گندم وقتی که خورد، فرشته ها چی گفتند؟ گفتند ای آدم، گفتند ای فرزند آدم، جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، مذنب برو بیرون خرام. تو مادامی که گناهگار شدی، این داخل جای ثوابکارها هست، بیرون شو از جنت. و خدا او را به سبب این یک گناه چیکار کرد؟ از جنت بیرونش کرد. در آخر حضرت مولوی رومی بر همون انسانهایی که گناهگار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی. نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست. برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا مزرع الاخره، پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین، این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین. این دنیا چه غم دارد، چه اندوه دارد، چه کشمکشی ها دارد. خدایا این جمعیت ما را از غم و اندوه خلاص بگردان. و خدایا امروز بیماری های زیاد از مسلمان هاست، دردم از جانب تو هست، شفا هم از جانب تو هست. خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل بر مریض های این جمعیت ما نصیب بگردان. و خدایا بندگانی که امروز قرضدار هستند، خدایا قرضهاشون کنده بگردان. و خدایا برادرهایی که امروز زندانی هستند، صحت و سلامت به خاندانشان برسان.
و خدایا امروز بندگانی که غایب هستند، گم شده هستند، علال خصوص الحال برادر بابای اورنبایم فرزندشان از ما طلب کردند، دادرمان عبدالجبار که غایب هستند، خدایا صحت و سلامت این غایبها را به صاحبهایشان برسان و حاجتهایی که داریم، چه از حاجتهای دنیاوی باشد چه حاجتهای اخروی باشد، خدایا برآورده بگردان. هر مراد و مطلوبهای نیکی که در دل این بندگان تو هست، تو دانا هستی، خدایا برآورده بگردان. در هر قدمهایی که به سوی خانه تو زدیم حسنات خدایا نویسانده بگردان و عاقبت کار ما بندگانت را به خیر بگردان. رهبریت را خدایا توفیقشان را زیاد بگردان، عمرشان را دراز نگه بدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. حضرت عطا که صحابه پیغمبر بودند، ابن یسار، که این حدیث هم مسلم روایت میکند هم بخاری روایت میکند، میگوید بار صحبت پیغمبر، در نزد صحبت پیغمبر نشسته بودیم و ناگاه یک مرد در مسجد در آمد که به نهایت ریشها و مویهای وی شانه ناکرده بود، همه ژولیده بود، لباسهای کهنه در بر داشت. وقتی رسول الله میگوید حالت این مرد را دید، در حال با انگشت خود اشاره کرد که این مرد را به ترتیب بیاره. صحابه های پیغمبر میگوید از جای خود خیستند و این مرد را از مسجد بیرون کردند و سر و موی او را شانه کردند، لباسهای او را پاکیزه ساختند و بعداً به نزد پیغمبر خدا آوردند. پیغمبر وقتی که حالتی خوب این مرد را دید چی گفت؟ الیس هذا خیر من ان یأتی احدکم و هو صائر الرأس کأنه شیطان. پیغمبر خدا گفتند آیا این بهتر نیست؟ گفتند هر وقتایی که شما به سوی مسجد می آیید، آیا این برای شما بهتر نیست که سر شما شانه کرده باشد، ریشهای شما شانه کرده باشد، بدنهای شما عطر زده باشد، لباسهای شما پاکیزه باشد؟ آیا این برای شما بهتر نیست؟ و هو صائر الرأس کأنه شیطان، از آن که شیطان نه ریش خود شانه میکند، نه موی سری خود شیطان شانه میکند، نه بدنی پاکیزه دارد. یعنی شما گفتن پیغمبر خودتان را مشابه شیطان نکنید، بلکه وقتی به مسجد آمدید خودتان را پاکیزه کنید، تازه کنید. باز از شما خواهش میکنم و این یک مسئولیت هست که اسلام فقط و فقط شعارش همین است که تمام میباید مسلمان پاکیزه باشد، تازه باشد. وقتی شما اراده به سوی مسجد میکنید، یقین دانین که روز جمعه در فضل و در برکات و در قدر بهتر است از روز عید قربان و از عید رمضان. چگونه که شما در روز عید قربان و عید رمضان چی خودتان را زیبا میکنید، تازه میکنید، منتظر این روز نماز عید میشوید، یقین دانین که در فضل و در اجر نماز جمعه از اونها بهتر است. برای همین برای روز جمعه شما بهترین لباس در بر کنین، بدنهای خود عطر زنین، بدنهای خود با صابون شوید، هر چیزی که زیادی که در بدن شماست تازه کنید، دور کنید و بعدا به نماز جمعه آیید. انشاءالله در این تازه کردن بدن خودتان شما در نزد خداوند اجر شما مثل آن است که گناههای شما را خداوند میبخشد، به سبب آنه که شما بدنهای خودتان پاکیزه میکنین، تازه میکنین. حتی نظر کنین پیش از جمعه آمدن
با بعضی از برادرها وقتی در یک طبق می نشینی ناخونهای او را تماشا میکنی، باور که به آدم مسلمان مانند نیست. در این اسلام عیب ندارد. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام میگوید ناخون پاکیزه کن، تازه کن هر روز جمعه. به ناخونها تا نظر کنید که در کدام احوال است. چگونه در پهلو یک برادر می نشینی، دست در طبق دراز میکنی وقتی از برادر تازه است، از تو چرکین است. اینا وظیفه های شما هستند. در اسلام دور نمی رویم. کتاب شرح الوقایه، شرح مختصر، بین چی میگوید. دانشمندهای ما و شما، فقهای ما و شما میگوید وقتی که اگر پای شما، یعنی همین پایی که دارید، اگر کف پای شما کفیدگی باشد، یعنی از حساب خواجگی داریتان، از حسابی که مهنت میکنید شما، اگر کفیدگی باشد، شما برای آنی که طبیعت برادری تو خیره نشود و آن کسی که از پس تو نماز میخواند و به کف پای تو نظر میکند و طبیعت او خیره میشود، شما دربر جورب پوشید. جورب دربر کنید که تا که انسانی که از پس شما نماز میخواند پایهای کفیده ای تو را نبیند. اسلام اینقدر برای ما و شما توصیه و برنامه های بهترین داده است که طبیعت ما و شما از حساب برادرمان، از چرک دست او، از ناخون او، از پای او باید خیره نشود. در پهلو یک برادر که نشستی، از بوی خوش او باید که راحت کنی، نه عذاب بکشی. چند روز پیش یک برادر گفت در همین مسجد، گفت یک برادر پایش گفت بیمار بوده است. بیماری همون پوست که پوست پای و جدا می شده است. در همون بالای جای نماز، در همون جایی که نماز میخواند، در بالای همون جای نماز میگوید به دستش خاریده و پوست های همون پاش در بالای هم جای نماز میپرداید. تصور کنید که از قسم عصر یا از قسم شام یک کس در اونجا باز پیشانی را میماند سجده میکند. آیا همین پاکیزگی است؟ آیا همین برادری است؟ شاعر میگوید آدمیت چیست؟ همین آدم چی است؟ آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفس بیزر داشتن. آدم حضرت‌ها تحلیل کردند که آدم همان کسی هست که در دنیا کسی از وی ضرر نبیند و آدم وظیفش همین است که خیرخواه خلق بودن، نفس بیزر داشتن. دائم خیرخواه مردم باشد و نفس بیزرر داشته باشد. از نفس او، از دست او، از پای او، از زبان او کسی آزار نیابد. اینا گفتن انسان میگویند، اینا گفتن آدم میگویند. حتی پیغمبر ما و شما گفتن خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس. بهترین انسان همان کسی است که فقط فایدهش به مردم میرسد. بدترین مردم همان کسی است که فقط ضرری او به مردم میرسد. از این خاطر از همه شما دادرای عزیز، انشاءالله جوانها که در صف ما و شما زیادتر هستند و من میدانم که جوانها و حتی پیرانسالها هم این تحقیر نیست، یعنی جوانها بسیارتر اهمیت میدهند، یعنی البته غسل روز جمعه را انجام میدهند، خوشبویی‌ها استفاده میکنند. از آن خراجات های بی معنی که شما دارین میتوانید که حداقل در 3 سامان 4 سامان همین بیرونای مسجد خوشبویی‌ها وجود دارد، همونها را گرفته در روزهای جمعه در هر یک نماز استفاده کنین، انشاءالله ثواب میگیرین. جمعه پیشین موعظه ما و شما در بابت حقوق شوهر بود. شوهر بالای زنها چه حقها دارند؟ الحمدلله که ما و شما از یک ذره او، از یک پارچه او آگاه شدیم و انشاءالله میخواهم این جمعه و جمعه دیگر را هم در حقوق شوهرها بالای زنها ببخشم. اگر من باور کنین به خدا قسم اگر 10 جمعه
روی برو اگر در باب حقوق شوهر اگر صحبت کنم تا حال کم است و تا حال در اسلام اینقدر حدیث و آیت ها و قصه ها برای احترام شوهر وجود دارد. لیکن انشاءالله من این جمعه و جمعه دیگر هم میخواهم که در باب حقوق شوهرها و شما صحبت کنم. ما و شما تا جای رسیدیم که پیغمبر خدا فرموده بوده است این من حق الزوج على زوجتی اذا ارادها على نفسها وهي على ظهر بعیر لا تمنعه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند هر وقتایی که اگر مرد میخواهد که کام دل خود از زن حلالی خود برارد، میخواهد که با زن خود هم صحبت شود، یعنی اگر عادی تر گوییم اگر خواهد که با زن خود خانه‌داری کند، اگرچه زن در بالای اشتر هم که سوار باشد باید که سخن مرد را رد نکند. اگر بالای اشتر هم گفت پیغمبر سوار باشد، وقتی اگر مرد به سوی اشاره کرد که من با تو میخواهم که یک جایه شوم، باید که زن چیکار کند؟ از اشتر پایان شود و خواهش مرد را برآورد. این حدیث پیغمبری خداست. من از یک حکمت این حدیث به شما خبر میدهم که چرا پیغمبر خدا اشتر را ذکر کردند. چرا گفتند که اگر زن بالای اشتر باشد؟ چرا اسب نگفتند؟ چرا خر نگفتند؟ چرا یک حیوان دیگر را ذکر نکردند؟ اولا حیوانی که برای زنها سواره خوب بود در اون دوره ها این اشتر بود که سوار شدن او برای زنها هیچ ضللی نداشت و هیچ یعنی حرکت های تیز هم نداشتند و زنها بالای اشتر سوار شدن در طاقت داشتند. و دوم حکمت شمین است که برای اشتر سوار شدن به نهایت کار زیاد در کار، یعنی برای اشتر را پس کردن، سوار شدن و باز اشتر را پس کرده و باز پایان شدن، اینجا مشقت زیاد طلب میکنه. از این خاطر پیغمبر گفتن همه این مشقت را زن باید که تحمل کند، باید پسی سر کند و باید پایان شود و باید حق شوهر را ادا کند. گفته بدیم که رسول اکرم گفته بدن کدام مردی که زن خود اگر دعوت میکند به سوی فراش خود، به سوی جایگاه خواب خود، فلتأتیه و این کانت علی التنور. پیغمبر گفتند اگر چنده که در حالت نانپزی هم که باشد، اگر مرد از او طلب کند باید که نزد تنور ترک کند و نزد شوهرش حاضر شود. اگر چنده اینها مبالغه هستند، یعنی اگر چنده که اینها هیچ شوهر در حالتی چی بالای اشتر باشد یا نزد تنور باشد، زن خود ممکن که دعوت نکند. لیکن رسول اکرم این حالت ها را ذکر کردند که این معنای او را دارد که شوهرها حقوق بلندی دارند. اگر در این حالت ها هم از شما طلب کنند، شما حقی رد کردن ندارید. در دیگر حدیث پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه. این دیگر حدیث است. پیغمبر خدا گفتن وقتی که مرد به سوی زن حلال خود دعوت میکند که نزد من بیا، یعنی در پهلوی من خواب کن، فلم تأتیه، این زن رد میکند، میگوید نه من در پهلوی تو خواب نمیکنم، من نزد نبیرهام خواب میکنم، یا نزد کیرینم خواب میکنم، یا نزد دخترم خواب میکنم، یا اینکه خلاص گپی مرد رد میکند، نمی آید. پیغمبر خدا چی گفتند؟ فبات غضبان علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. بین چی یک وعید سخت نسبت زن هاست. وقتی که گپی مرد که رد شد،
سخن مرد که قبول نشد، البته مرد غمگین می شود، مرد غضبناک می شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد غضبناک شد، وقتی این مرد درمند شد و خواب کرد، ای زن گفت یقین بدان که تا صبح دمیدن تو در لعنت ملائکه ها گرفتار هستی. تا وقتی که صبح می دمد تمام ملائکه ها می گویند که لعنت خدا بر تو باد که تو سخن شوهر را رد کردی. دیگر حدیث پیغمبر خدا چی می گوید؟ بین والذی نفسی بیدی، قسم به خدا گفتن پیغمبر ما و شما، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، ایما رجل یدعو امرأته الى فراشی فتأب علیه الا كان الذي في السماء ساخطا علیها حتى یرضى عنها. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر مرد زنی خود دعوت میکند نزد من بیا، باز این زن کدام شرط و شرایط او را نمیگذارد که نزد مرد بیاید، در پهلوی مرد ایستد، الان که وی زنی وی است باید که وی اطاعت کند هر زمان، هر ساعت، هر وقت. فتأب علیه، ابا میکند، سخن مرد قبول نمیکند. پیغمبر خدا گفتن یقین داند الا کان الذی فی السماء، آن ذاتی که در آسمان است، مقصد از ذات آسمانی این خداوند است، ساخطا علیها حتی یرضى عنها، انا همون ذات از این زن ناخشنود می شود، غضبناک می شود تا وقتی که اگر این زن شوهر خود راضی نگرداند. بین خداوند از این زن ناراضی، ملائکه ها از این زن ناراضی، پیغمبرها از این گونه زن ناراضی. وای به حال این زن که حال این زن چی می شده باشد وقتی که خداوند ناراضی باشد، پیغمبر ناراضی باشد، ملائکه ها ناراضی باشد، پس حیات برای این گونه زن در روی زمین چگونه جایز است؟ خدا نکرده اگر همون شب این زن امانت به سوی خداوند تسلیم کند، یعنی جان به حق تسلیم کند، این زن یقینا وارد جنت نمی شود. زیرا که پیغمبر خدا میگوید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، کدام مرد، کدام زنی که از دنیا میگذرد در حالتی که شوهرش زنده است و شوهر از او راضی است، دخلت الجنه، این زن وارد جنت می شود. زنی که اگر شوهر از او راضی باشد، شوهری که از او غضبناک باشد، ناراضی باشد، پس او زن چگونه وارد جنت می شود؟ خدا رحمت کند زنهای دوره پیغمبر را، اگرچند که اینها را من بارها به سمع شما رسانیدم، لیکن مادام موردش آمده است باز به شما ذکر میکنم. نظر کنین که زنهای دوره پیغمبر چگونه بودند. این روایت حسن بصری میکند. حسن بصری میگوید که زنهای دوره پیغمبر این گونه زن بودند که وقتی که شوهر به خانه می آمدن بیگاهی، زن از او چی سوال میکرد؟ چی میپرسید؟ اولین چیزی که میپرسید کم حفظت آیتا من القرآن، امروز ای شوهری من تو در صحبت پیغمبر بودی، امروز ای شوهری من تو در صحبت داملا بودی، ای شوهری من امروز تو در مسجد بودی، چند آیت از قرآن از یاد کردی؟ این سؤال زنهای دوره پیغمبر از شوهرهاشون بود. چند آیت؟ این روزی دراز تو سپری کردی، آیا بار قرآن کشاده خواندی؟ کم حفظت حدیث من رسول الله، چند حدیث از پیغمبرت از یاد کردی؟ چی صحبت ها را از پیغمبر حفظ کردی نزد ما آوردی؟ این سوال ها را زنهای دوره پیغمبر از شوهرهای خود میکردند. میگوید وقتی که شوهر از کار می آمد زمانهای پیغمبر ده، البته مردها کار میکردند، مردها مثل امروزه تنبل نبودند، مردها کار میکردند، بازم کار کردنشان باز روزدار بودند. امروز جوانهای ما و شما نه روزه میگیرند نه کار به عهده دارند. اونها کار میکردند
وقتی میگوید که از کار میگشته می آمدن بیگاهی، چه زنهای مبارک بودند، چه زنهای خدا ترس بودند. زنهایی بودند که اونها خواستگار جنت بودند. میدانستند که رضاگی شوهر این رضاگی خداست. خدا که راضی شد ما وارد جنت میشویم. این شعار اون زنها در معینه سر خود جا کرده بودند. میگوید وقتی شوهر می آمد گویا که این شوهر یک سال ندیده باشد، این گونه میگه استقبالش میکرد و پیش راهش میدوید، دستهای را میگرفت، سلام میکرد و پشت دستی میگه شوهرها را بوسه میکردند. گویا که این شوهر در یگان مملکت دوردست از پی کار رفته باشد. حالان که سحر برآمده بود، در مدت 5 ساعت یا 6 ساعت نمیدید، این گونه زنها استقبال شوهر میکردند. میگوید وقتی این شوهر که می آمد گویا که مهمان آمده باشد و یا وارد خانه میکردند و اولین کاری که میگه اون زنها میکردن چی بود؟ در یک ظرف میگه مثل تغاره که میگویم امروز آب گرم می آوردن و میگه شوهرها را میگفتن پایهای خود در داخل این ظرف بگذار. برای چی میکردن؟ برای میگفتن که آب گرم ماندگی شوهر میگیرد، یعنی آن زحمت و مشقتی که از سحر تا بگاه این مرد کشیده بود برای شکم زن، برای شکم فرزند، برای بهبودی روزگارش، انا همین آب گرم آن عذاب و مشقت‌های اون پا، درماندگی اون پای می برداشت میگیرید. با دست خود میگد این پایها را میشستند، تازه میکردند. خب دستهای شوهر آب میگرفتند، در پیش اونها دسترخوان میپرتافتند و طعام شوهر آماده میکردند. چه زنهای خدمتگاری بود. وقتی میگد شب میشد چیکار میکردند؟ توضأت له و تجملت له. الک بحاجة یا فلان اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. این سخن زنهای دوره پیغمبر است. میگوید وقتی شوهر که در جاگه خواب میکرده است، در حال میگه طهارت میکرده‌اند. این زنها طهارت میکرده‌اند، سرمه میکشیده‌اند، اسمه میزده‌اند، خوشبویی میکرده‌اند و تجملت له. تمام آن زینتی که برای زن لازم است خودشان میگه خیلی خوش جمال میکرده‌اند و نزد شوهر، نزد همان فراش شوهر راست می ایستاده‌اند. الک بحاجتون. ای شوهر عزیز، ای شوهری که احترام تو معنای آن را دارد که من فردا سزاوار جنت می شوم، آیا بر من حاجت داری یا نه؟ در حالتی که زن خیلی صورت زیبا کردگی است. امروز شما خود قضاوت کنین، کدام زن امروز طهارت میکند، جمال خودش آرایش میدهد و نزد شوهر میآید و میگوید که چه حاجت داری بر من؟ آنها امروز زنهای ما و شما جمال میکنند، عطر میزنند، اسمه میکشند، سرمه میکشند، تمام لباس بهترین میپوشند، لیکن بازار میروند، برای شوهر نه. محروم ترین کسی که امروز از جمال زن، از بوی خوش زن است، این شوهر است. اصلا بوی خوش زن نمیبینند. جمال زن هیچگاه آنها مشاهده کرده نمیتوانند. فقط آنها وقتی اگر خانه آچه‌شان بروند یا خانه پدرشان روند یا بازار روند یا توی روند، انا جمال تماشا کن. حالان که از این جمال او باید که مرد باید بهره برد، شوهر باید بهره برد، نه مردی بیگانه. راست می شده است حاجت داری بر من یا نه؟ خوش به حالشان. به خدا قسم آنها همه وارد جنت شدگی هستند. کدام زنی که اگر خواهد این کار مشکل نیست، این اون قدر کاری نیست، با کرسکه و با رنگ و بار رخسارت تو زینت نته، بلکه تو هر روز به طهارت باش. به خدا قسم بهترین کرسکه این آب طهارت است. تون آب طهارت قطعی چهرت زیبا کرده میتوانی. در چهره تو چنان نور پیدا می شود که همه این خیمیکت هایی که هستند اینها عاجز می آیند.
این کرسکه ها بعد 5 سال 10 سال چهره تو را چنان پژمرده میکنن که اگر تو 30 ساله باشی به 70 ساله مانند میشوی. وقتی مرد میگفت است که ای زن میگفت است خدا رحمت کند پدر و مادری تو را، البته این گونه زن در همین خیل معامله میکنی، خدا پدر و مادری تو را رحمت کند، من الحال بر تو هیچ حاجت ندارم، بلکه مانده شدم خواب میکنم. بعد این سخن شوهر، این زن سخن خود قطع نمیکرد است، میگفت است اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. ای شوهر عزیز، مادامی که بر من حاجت نداشته باشی اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز در حق جان تو خوانم. نماز در حق جان شوهر از شوهر اجازت میگیرد، اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز من در همین دل شب خوانم و در حق تو دعا کنم که خدا عمر تو را دراز کند، خداوند توفیق تو را زیاد گرداند، خداوند تو را بالای فرزندهای من نگه دارد. اجازت میدهی یا نمیدهی؟ چه زنهای مسلمان بودند. اونها میدانستند که این معامله فردا بینهایت مکافات کلان دارد. زن نزد پیغمبر آمد، ای پیغمبری خدا، میخواهم که شوهر کنم، چی اجازت میدهی؟ چی خدمت کنم؟ آیا وظیفه های شوهر چی است؟ رسول اکرم چی گفتن؟ لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته المرأة ما عدت شکره. پیغمبری خدا گفتن ای خواهر، گفتن شوهر میکنی؟ گفت بله شوهر میکنم. گفتن حق شوهر این است که اگر از تار سر شوهر تا کف پای شوهر اگر زرداب باشد یا خون باشد، اگر تو زبان خود براری فالحسته، اگر پاکیزه بدن همین شوهر، تا حال شکرانه شوهر به جا آوردی، تا حال تو شکر شوهر به جا آوردگی نیستی، اگر چند همین عمل قبیح را، همین عمل دشوار را تو اگر به عهده گیری و اگر انجام دهی. این گونه بودن زنها. قصه ام سلیم چه قصه ای هست که عبرت آمیز است برای همه زنهای روی دنیا. موردی گفتنش آمد، نگاه کنید که در کدام حالت ام سلیم با شوهر خود خانه‌داری میکند، کدام حالت بالای ام سلیم آمده بود. ام سلیم این مادر انس است، حضرت انس مادرش ام سلیم بوده. پدر انس وقتی از دنیا میگذرد، ام سلیم به شوهر میماند. یک زمان از ام سلیم سپری می شود از مادر انس و مادر انس شوهر می کند. شوهر دویومی او ابو طلحه می باشد. ابو طلحه بسیار آدم خدا ترس بودند، بسیار آدم خدا جوی بودند و باغ کلان هم داشتند. می گوید وقتی که ابو طلحه را گرفت، بعد 1 سال گذشتن ام سلیم باز صاحب یک فرزند شدند از این شوهر دویم که این فرزند را نامش را گذاشتند عمیر نام گذاشتند. عمیر میگوید روز به روز دسترویک میشد، کلان میشد. چی در نزد پدر و مادرش عزیز بود، بسیار پدر و مادر دوستشان میداشتند. حتی پیغمبر خدا میگد گاه می آمد همین عمیر را میگد، همین فرزند ابو طلحه را نوازش میکرد، با او بازی میکرد، او را مذاق میکرد. باری میگد همین عمیر بیمار شد، بیماری تب. ابو طلحه میگد روزا روزدار بود، بیگاهی به خانه می آمد و میپرسید که عمیر چگونه هست، از حال او میگه خبر میگرفت. گاه روز میگه تبش بلند میشد، گاه روز تب عمیر پس میشد. خاصه از بین هفته گذشت یا 2 هفته گذشت، یک روز میگه همین ابو طلحه از پی صحرا شدن، از پی کار شدن.
که فرزندشون عمیر تبش بلند شد. تب بلند شد و مادرش ام سلیم اطراف فرزندش می دوید، دوایی می کرد، دوستداری می کرد، آب خنک می آورد. لیکن قضای الهی بوده است عمیر از دنیا می گذرد. میگه قسمی بیگاه بود، آمد ابو طلحه بود. در حال میگه این ام سلیم این فرزند خود عمیر را میگه غسل داد، تازه کرد و در کفن میگه گرفت و برد در خانه دیگر گذاشت. وقتی بیگاه شد میگوید که این ابو طلحه که آمد پرسان کرد. اولین سوالی که کرد حال عمیر چگونه است؟ فرزندمان چی خیل شد؟ ام سلیم چی جواب دادند؟ میدانستند که ابو طلحه روزدار است. گفتند امروز نظر به پیشینه کاملا خوب است و الحال ابو طلحه استراحت دارد. خوب می شود که از حال او دیگر خبر نگیری. ابو طلحه میگد با یک دلی پور چیکار کردند؟ رفته در خانه ای که دائم طعام میخوردن نشستند و ام سلیم میگوید طعام آوردم، روزه را کشادند. شب میگوید در پهلوی این ابو طلحه خواب کردم و حتی با ابو طلحه خانه‌داری کردم. کی میتواند؟ چگونه زن میتواند که در خانه‌ای که در پهلوی او هست فرزند او وفات کردگی هست، یگانه فرزند او، در همین خیل حالت باز شوهر خود خدمت میکند، با شوهر سیر آشکار نمیکند. برای چی؟ تا که ابو طلحه روزدار است. اگر من گویم که وی وفات کرده است این الکه غمگین میشود، یعنی اشتهای او میگردد، طعام نمیخورد و ضعف و بی‌قوتی ابو طلحه را فرا میگیرد. گفته چی یک نیتهای نیکی در مینه سری ام سلیم دور میگشت. همون شب خانه‌داری کردند. میگه قسمی سحر شد. زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند. امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند، کم است. شوهر میخیزد، خود میرود طهارت میکند تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم تا حال برزگاه خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتند. در حال میگد بیدار شدند، از پهلوی شوهر خیستند، به نیت آب طهارت خیستند. لیکن مادامی که مادر بودند دلشان طاقت نکردند. گفتند ابو طلحه گفتند اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت، یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتن البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست. امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمیر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم، زیرا تشویش بالای تو میشد. تو آدمی روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر ما وی را غسل دادم، کفن کردم. الحال برای تو خبر میدهم. ابو طلحه میگوید غضبناک شدند، از جای خود خیستند و دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. آمدن نزد پیغمبر شکایت کردند پیغمبر خدا این حالت دیروز بیگاهی بالای فرزند من رخ داد، لیکن زن من این حالت را برای من بیان نکرد، این چی میشده باشد؟ پیغمبر خدا گفتند خوش به حالت ای ابو طلحه که چی زنی مسلمان را تو صاحب هستی. امشب این خانه‌داری که شما کردین پیغمبر خدا به نور نبوت دانستند.
گفتن از این نطفه شما، از این خانداری شما بی نهایت فرزندی خوب به دنیا می آید. صحابه ها حکایت میکنند که وقتی پیغمبر از دنیا گذشتند، این زن فرزند را تولد کرد به نام عبدالله، که بعد این عبدالله میگوید باز 8 بچه دیگر تولد شد، 9 بچه شدند که همه اینا حافظ قرآن بودند. همه این به خاطر چی آمد؟ به خاطر احترام شوهر آمد، احترام ام سلم از برای شوهرش آمد. این 9 تا حافظ قرآن، این حزل نیست، این شوخی نیست. خداوند با همون زن نصیب میگرداند که اگر احترام شوهر داشته باشد، با قدر شوهر میرسیدگی باشد. چگونه زنهای خوبی بودند، چگونه زنهایی بودند که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را میکردند. میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذرد، اسماء میگوید فرزندی یزید انصاری بود. بار میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤال دارم. گفتند چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتند پیغمبری خدا، تو هم پیغمبری مردها هستی هم پیغمبری زنها هستی. گفت بله، من هم پیغمبری مردها هستم هم پیغمبری زنها هستم. گفت ای پیغمبری خدا، امروز مردها نماز جمعه میخوانند، مردها نماز 5 وقته جماعت میخوانند، امروز مردها نماز جنازه میخوانند، امروز مردها عیادت بیمار میکنند، امروز مردها حج میکنند، امروز مردها عمره میکنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد میکنند و ما در خانه مستور هستیم، با ستر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود میبرداریم، شهوت اونها را میشکنیم، لباسهای اونها را میشوییم، لباسهای اونها را میدوزیم. ای پیغمبری خدا، باز بازم این مردها در ثواب از ما گذشتند. رسول اکرم میگوید طرف اصحاب گشتند، گفتند آیا در بین زنها چنین سؤال کننده را میابید یا نه؟ این سؤالی که این زن کرد آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتند نه پیغمبری خدا، اولین سؤالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتند؟ ای اسماء، گفتند رفتن نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردند، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند، اگر چی مقدار ثواب گیرد، شما هم همون ثواب میگیرین، در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. 5 وقت نمازی که شوهرها میخوانند و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنند، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید.